چرا آدمای باهوش عکس نمیذارن؟ یه تحقیق دانشگاه MIT نشون داد افرادی که کمتر تو شبکه‌های اجتماعی عکس میذارن IQ بالاتری دارن. ولی خبر بد اینجاست. دلیلش چیزیه که هیچ کدوممون دوست نداریم بشنویم. بذار با یه حقیقت تلخ شروع کنیم. تو همین الان که دارم حرف میزنم حدود 300 میلیون نفر دارن سلفی میگیرن. آره، دقیقاً همین الان. ولی میدونی چی جالبه؟ دانشمندای دانشگاه پنسیلوانیا یه چیز عجیب کشف کردن. مغز ما وقتی عکس خودمون رو میبینه، بخش پاداشگیری مغز، همون قسمتی که با کوکائین و شکلات فعال میشه، داغ میکنه. پس بیخود نیست که اعتیاد به سلفی یه پدیده علمیه، نه فقط یه مد اینستاگرامی. اما اون افرادی که عکس نمیذارن چی؟ یه تحقیق فوق‌العاده از دانشگاه استنفورد روی 15,000 نفر نشون داد اونایی که حضور کمتری تو شبکه‌های اجتماعی دارن 3 ویژگی مشترک دارن که دانشمندا بهش میگن تریاد استقلال شناختی. اسم خفنیه نه؟ اول، تنظیم درونی ارزش. این آدما به جای اینکه منتظر لایک بمونن، یه سیستم داخلی برای ارزش گذاری دارن. دکتر رابرت سیالدینی، پدر روانشناسی اجتماعی، میگه مغز این افراد دوپامین رو از منابع درونی تولید میکنه، نه از تایید خارجی. یعنی چی؟ یعنی اونا به تایید بقیه معتاد نیستن، چون مغزشون بلد خودش دوپامین بسازه. دوم، آگاهی متاشناختی بالا. این یه واژه علمیه که به زبون ساده یعنی آگاهی از آگاهی. این آدما میدونن چی کار میکنن و چرا میکنن. تحقیقات نوروساینس نشون میده قشر پیشانی مغزشون، اون قسمتی که مسئول تصمیم گیری منطقیه، فعالتره. سوم، مقاومت در برابر میر اکسپوژر افکت. این یکی رو حتماً باید بدونی. میر اکسپوژر افکت یعنی چی؟ یه پدیده روانشناسیه که میگه هرچی بیشتر یه چیز رو ببینیم، بیشتر دوستش داریم. صنعت تبلیغات روی همین بنا شده. ولی یه عده مغزشون بهش مقاوم شده، مثل واکسنی که به افکار عمومی زدن. حالا بیا به قسمت ترسناکش برسیم. دکتر شری تورکل از MIT، نویسنده کتاب معروف تنها با هم، میگه ما داریم یه نسل میسازیم که هویتشون کراود سورس شده. یعنی چی؟ یعنی شخصیتشون رو جمعیت تعیین میکنه، نه خودشون. یه آزمایش جذاب. دانشمندا یه گروه از نوجوانا رو گذاشتن یه اتاق و بهشون گفتن یه دونات انتخاب کنن. گروهی که میدونستن قرار انتخابشون رو تو اینستاگرام بذارن 40 دقیقه بیشتر طول کشید تا تصمیم بگیرن. چرا؟ چون داشتن فکر میکردن بقیه چی فکر میکنن، نه خودشون چی میخوان. پس چرا بعضیا عکس نمیذارن؟ 1. سیستم دوپامین سازی خودکفا دارن. مغزشون مثل یه نیروگاه هسته‌ایه که خودش انرژی میسازه، نیاز به سوخت از بیرون نداره. 2. کورتیزول پایین‌تر. تحقیقات نشون میده کسایی که کمتر پست میذارن سطح کورتیزول، هورمون استرس، پایین‌تری دارن. چرا؟ چون نگران قضاوت نیستن. 3. لوب پیشانی قوی‌تر. اون بخش از مغز که میگه نه، من الان نمیخوام این کارو بکنم فقط چون همه دارن میکنن، تو این آدم‌ها عضله‌ای‌تر شده. 4. شاخص اوتنتیسیتی کوشنت بالاتر. آره، همچین چیزی هست. AQ، ضریب اصالت، یه معیار جدیده که میسنجه چقدر رفتارات واقعیته، نه بازیگری. این آدم‌ها AQ بالایی دارن. اما نکته طلایی اینجاست. پروفسور ادم آلتر از دانشگاه NYU، متخصص روانشناسی رفتار دیجیتال، میگه مسئله عکس گذاشتن یا نگذاشتن نیست. مسئله اینه که آیا تو کنترلی یا کنترل میشی؟ اگه داری عکس میذاری چون واقعاً میخوای، فوق‌العاده. اما اگه داری عکس میذاری چون حس میکنی باید بذاری، چون اگه نذاری انگار نیستی، چون بدون لایک احساس پوچی میکنی، خب دوست من، الگوریتم ها داره مغزت رو هک میکنه. یه تمرین علمی برات دارم. دفعه بعد که خواستی پست بذاری، قبلش این 3 سوال رو از خودت بپرس. 1.
آیا من الان دارم دوپامین سازی درونی دارم یا دارم التماس دوپامین خارجی میکنم؟ 2. اگه بدونم هیچ کس نمیبینه باز هم این عکس رو میذارم؟ 3. این تصویر منو نشون میده یا ایده‌ایه که میخوام بقیه از من داشته باشن؟ اگه جواب سوال دوم نبود، تبریک میگم، تو داری به الگوریتم خدمت میکنی، نه به خودت. بذار صادق باشم باهات. من نمیخوام بگم عکس نذار. میخوام بگم آگاه باش. تفاوت بین یه آدم باهوش و معمولی اینه که یکی میدونه چرا کاری میکنه، یکی دیگه فقط میکنه چون بقیه دارن میکنن. دانشمندای دانشگاه آکسفورد یه چیز جذاب کشف کردن. افرادی که انتخاب آگاهانه دارن، حتی اگه همون انتخابی باشه که بقیه هم دارن میکنن، شادتر و سلامت روانی بهتری دارن. پس سوال من از تو اینه، تو داری زندگی میکنی یا داری دکور زندگی رو میسازی؟ اگه این ویدیو ذهنت رو منفجر کرد، لطفاً لایک کن، اشتراک بذار و زنگوله رو بزن. نه چون من بهت گفتم، بلکه چون آگاهانه تصمیم گرفتی که محتوای با کیفیت رو حمایت کنی. چون این تفاوت بین اعتیاد و انتخاب هست. حالا بگو ببینم، تو کدوم دسته ای؟